یو واسا بچه‌ها، چه خبر؟ خوش اومدید به چنل خودتون و یه قسمت دیگه از نجات استودیو. شاید بگید چرا این ویدیو کوتاهه و ویدیو شورته، به خاطر اینکه تا 3-4 قسمت آینده من زیاد براتون ویدیو نگرفتم و برای همین این ویدیو کوتاه و شورت آپلود شد. برای همین یه سوال دارم که خواهش می‌کنم تو کامنت ها حتما بهم جواب بدید، خیلی نظرشون برای من مهمه. اونم اینه که چند تا قسمت بعدی من همین کوتاهه، حالا دونه دونه ویدیو شورتشون کنم یا همشون یکی کنم و یه ویدیو افقی طولانی بدم. حتما ازتون میخوام که تو کامنت اینو جواب بدید و ویدیو بعدی رو حتما منتظرش باشید که یه ویدیو خیلی خفنه، تفاوت هم داره. بریم سراغ ویدیو. سلام و درود بر دوستان عزیز، خوش اومدید به چنل خودتون. اینجا باز هم همونجا، ولی باز هم المان اضافه شده، فیلم بردار حرفه‌ای‌تر بعد از هر ویدیو و من دستم داره میشکنه از سر لپتاپ. لایک کنید تا من اینو به مکبوک تبدیل کنم و دوباره با همین بک‌گراند براتون ویدیو بگیرم. ساب کنید، کامنت بذارید، منتظر ویدیوهای شما هم باشید. یعنی اینجا استودیو سومو درست کردیم، همینجوری میاد بیرون دیگه، نمیدونم چیکار کنم. همین اینستا فالو کنید، لایک کنید، بریم سراغ ویدیو خیلی خفن شده. لطفا برای دوستاتون هم بفرستید.